سلام. آیا اسلام دین خشونته؟ به سه روش اینو جواب میده. اول قرآن، دوم سیره و رفتار پیامبر، سوم مقایسه با بقیه ادیان و گروه ها. قرآن فرموده پیامبر ما تو رو نفرستادیم مگر برای رحمت برای جهانیان. یا اول هر سوره 2 بار کلمه رحمان و رحیم اومده، یا در 2 خط اول قرآن 4 بار کلمه رحمان و رحیم اومده. قرآن به پیامبر 4 مدل دستور داده. اول گفته صبر کن برای آن چیزی که میگوین، دوم گفته اونا رو ببخش، سوم خونشو نریز، اما چهارم وقتی که بر علیه شما ظلم زیاد کردن حق جهاد و دفاع و قتلشون رو داری. در واقع 4 نوع آیه جهاد داریم: جهاد برای دفاع از خود، جهاد برای حمایت از مظلومین، جهاد برای دفع فتنه و جلوگیری از فساد، جهاد برای حاکمیت دین به نیت الله، که در واقع همین جهاد ابتدایی هم نوعی جهاد دفاعیه، یعنی دفاع از حق مردم برای آشنایی با حقیقت، که البته فقط معصوم طبق فتوای اکثر علما میتونه جهاد ابتدایی کنه که عملا پیامبر و امام هیچ وقت این کار رو نکردن. جنگ های پیامبر اکثرا دفاعی بوده، بعضیا خیانتی بوده، یعنی یهود خیانت کردن بعد پیامبر و علیشون جنگ شروع کرده، یا هم جنگی بوده مثل جنگ بدر که برای پس گرفتن اموال خود بوده. کل کشته های جنگ های پیامبر در طی چندین سال حداقل 950 و حد اکثر 1550 تا بوده که متوسط میشه 1300 نفر در طی حدود 10 سال، یعنی 1200 ماه، که متوسط از مسلمان ها هر ماهی فقط 1 شهید می شده و از کل کفار و یهود و غیره 2 نفر که جمعشون متوسط میشه 1.5 نفر. اما جنگ های جهانی اول دوم اصلا مسلمان ها هیچ وقت شرکت نکردن، در صورت که بیشتر از 15 میلیون نفر شرکت کردن ولی حدود 55 میلیون نفر کشته شدن، یعنی کشته های غیر نظامی ها خیلی بیشتر بودن که میشه حدود 350%، ولی مسلمان ها 1 و 1.5% شد به نسبت کشته ها به سپاهیان. و این جنگ های جهانی برای دنیا طلبی بود. البته جنگ های اعراب بر علیه ایران و بقیه کشورها اصلا به اسلام ربطی نداره، چون اولین کشته شونم دختر خود پیامبر بود که توسط خلفا کشته شد و سالها بعد از مرگ پیامبر بود. کلا جهاد اسلامی برای خداست، نه برای کشورگشایی و چپاول و غنیمت بقیه مردم. آمریکا طی همین حدود 20 سال پیش 9 میلیون آدم بیگناه را کشته و از 250 سال تشکیل کشور آمریکا 240 جنگ شروع کرد و خود کشورش هم در واقع مال سرخپوستا بوده که یک عده اروپایی ریختن 100 میلیون سرخپوست رو کشتن و اونجا رو به اسم آمریکا درست کردن. و جنگ‌های هشتگانه صلیبی هم کشورهای اروپایی و مسیحیت به علیه اسلام شروع کردن و اکثر جنگ‌های مهم دنیا هیچ ربطی به مسلمان‌ها نداره، مثل جنگ مغول، جنگ جهانی اول دوم، جنگ‌های صلیبی و این کشتار سالهای اخیر، بمب اتمی هیروشیما و کشتار داعش با اینکه خیلی زیادم نبوده ربطی به اسلام نداره، بلکه اینا جنگ نیابتیه که آمریکا رو انداخته و خود مسئولین آمریکایی چند بار اعلام کردن داعش رو ما ساختیم. اما مقایسه آمار مسائل مرتبط با جنگ مثل کلمات جنگ، خونریزی، شمشیر، انتقام در قرآن و کتاب مقدس، کلمه شمشیر در کتاب مقدس 406 بار اومده، در قرآن هیچی نیومده. کلمه جنگ و مشتقاتش در کتاب مقدس 600 بار اومده، در قرآن کلاً 4 بار اومده، یعنی 150 برابر بیشتر. کلمه کشتن و مشتقاتش در کتاب مقدس 257 بار اومده، در قرآن 98 بار، یعنی حدود 3 برابر. کلمه انتقام و مشتقاتش در کتاب مقدس 88 بار اومده، در قرآن 7 بار. پس میبینیم که برخلاف تبلیغات اونا جنگ طلبترن، هم در عمل هم در کتاب مقدس. در اسلام اصل بر صلح، ولی جنگ استثنائیه. البته جنگ به جای خودش به عنوان دفاع و غیره لازمه، چون ترحم بر پلنگ تیزدندان جفاکاری بود بر گوسفندان. آیا کسی به خانه شما حمله کنه، خانواده شما را بکشه، شما باید صبر کنی یا باید دفاع کنی؟ خود پیامبر اسلام هیچ کس رو طی تاریخ نکشته، فقط گفتن از جنگ احد یه فرد کافری بهشون حمله کرد که ایشون در دفاع از خودش او رو زخمی کرد و ظاهرا بعدها مرد. و السلام.